ملی پوشان فوتبال کشورمون در این بازی از همون ابتدا دروازه لبنان رو آماج حملات خودشون قرار دادن. لبنانی‌ها تا دقیقه 26 مقاومت کردند تا اینکه رضا قوچان نژاد با عبور از روزنه ایجاد شده در دفاع حریف توپ رو در کنج دروازه این تیم جای داد و اولین گل ایران رو به ثمر رسوند. قوچان نژاد اولین گل ملی رضا قوچان نژاد. در ادامه بازی کمی از تب و تاب افتاد، اما اواخر نیمه نخست موج دوم حملات ایران آغاز شد. اشکان دژاگه کمی پس از اون که فرصتی طلایی رو مقابل دروازه لبنان از دست داد، تیم کشورمون رو صاحب یک ضربه پنالتی کرد. ضربه پنالتی رو کاپیتان جواد نکونام درون دروازه لبنان جای داد تا تیم ایران در پایان نیمه نخست 2-0 برنده به رختکن بره. ضربه جواد نکونام. نیمه دوم هم با تسلط ایران بر توپ و میدون آغاز شد. دقیقه 59 تیم کشورمون در حرکتی مشابه گل دوم سومین گلش رو هم به ثمر رسوند. با خطایی که نور منصور بازیکن لبنان روی دژاگه انجام داد، نیشیمورای ژاپنی اونو از زمین اخراج و یک ضربه پنالتی دیگه برای تیم کشورمون اعلام کرد که نکونام این بار هم دروازه‌بان حریف رو تسلیم کرد و اختلاف رو به 3 گل رسوند. ایران توسط جواد نکونام و لبنان 10 نفره 1 دقیقه بعد بار دیگه تسلیم ملی پوشان کشورمون شد. قوچان نژاد با پاس بی‌نقص اشکان دژاگه که تاثیرگذارترین بازیکن ایران در این بازی بود، گل دوم خودش و چهارم ایران رو زد. صفر میکنه. جشنواره گل ایران مقابل لبنان دقیقه 80 با هتریک جواد نکونام تکمیل شد. شوت کاپیتان تیم ملی کشورمون پس از برخورد به بازیکن لبنان درون دروازه آرام گرفت. 5-0. در نهایت تیم ایران در بازی یک طرفه و کاملا برتر با 5 گل لبنان را در هم کوبید تا تلخی باخت 4 ماه پیش مقابل حریف در مقدماتی جام جهانی رو کاهش داده باشه. تیم کشورمون در دیدار بعدیش در این مرحله دوم فروردین در کویت به مصاف تیم ملی این کشور میره. کویتی ها هم امروز 3-1 میزبانشون تایلند رو شکست دادند.